آیله داری شد نسبت شد نسبت خسر و خوشنامن تو نسبت همون آیله کن تو خلافت در اونجا کلال هستی در اونجا خلافت روت هم سرخ است خدمت هم جا بجا است آخه نمیکنی بعد نگو که فلان من پیسا خلق چیده نمش که لحظ شیرین نداری رفتار و گفتاری معامله خوب نداری بعد در شوت رو در شوت هم خیلی کرد در خسر و کشتمند هم در همون خانه خیلی کرد برای این عشق و محبت صمیمی باشد انشاءالله انشاءالله که ما موضوع پدر و مادر است البته انشاءالله خدا خواهد خدمت پدر و مادر کنیم بعد 5 وقت شد با صحبت میکنه درباره نماز یعنی در یک سوتکه 5 وقت نماز است من فضیلت نماز حضرت تازی میگن چی فضیلت ها دارد چی انشاءالله درجه ها دارد عزیزان چندین حکایه ها میارم درباره خدمت انشاءالله خدا خواهد پدر و مادر عزیزان من انشاءالله خدا خواهد چند قدر اگر خدمت کنی از فرزندکات خدمت چه میبینی انشاءالله آنچه کردی با پدر بینی او را از پسر انشاءالله اگر باور میکنی انشاءالله خدا خواهد چقدر خدمت چه بجا بیار انشاءالله بچیکات از وی زایی 100% زیاد میکنه 100%. یک جوان روایت خوندم یک جوان در یک دستک سبچه میگد افکاتکاش موندگی با پدرش میگه در کوچه گیر گردونده است گفتن این سبچه برای چی؟ مبادا پدر میشنه نمونه با میگه پدر گیریه دارد عشق شادی دارد که منم پدر مکرادم بچه یکم امروز چکارو میکند انشاءالله این خدمت بجای من برای من آورد عزیزانی من بینید این خدمت ها را بینیم انشاءالله خدا خواهد این خدمت هایی که کنیم البته انشاءالله خدا خواهد میکشیم انشاءالله در پیرید میکشی اگر نادرست کردی نادرست جزاش بگیری بعد جوانی خوب انشاءالله خدا خواهد من در راه پیغمبر نمیگم رسول الله صلی الله علیه و زنده بودن علقمه گفته که صحابه در حالت نزعی این قصهش دراز است قصه پر مضمون برای شما میگم میتونی با کتابا انشاءالله مراجعت کنید بخونید همین علقمه گفته که صحابه که میگه صائم الدهر بود دائم روزه کتی بود قیام لیل داشت شب و روز ساعت عبادت میکرد 1 دقیقه از خدمت محمد سرکشی نمیکرد میگن وقتی این نزد حال شید حضرت سلمان فارس حضرت علی اشتراک کرد وقتی تلقین گفتن که قل لا اله الا الله محمد رسول الله زبانی علقمه میگه نگشت حیران شدن حتی حضرت بلال در اونجا اشتراک داشت در پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله زبانی علقمه بس کلمه نمیگردد رسول الله میگه خوش تشریف آوردن این سعادت وقتی محمد در کار سری جوری ما دادنش باش این وقت خوبش چندین صحابه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقتی نزدش اشتراک کردن حتی امروز قبرستان اومدن که یک گوری نوست گفتم پیغمبر صحابه این کی است گفتم فلان چی بود برای چی من خبر نکردی گفتم در کدام جنازه که من اشتراک کنم اعلی گناه همون بنده را گفت همون امت میبخشد بین سعادت میگد این دوری تیلاگی دوری حضرت رسول الله زندگیش بود که دائم رسول الله اشتراک میکرد صحابه آن او بعد میگد یا علقمه قول بگو لا اله الا الله زبانش نگشت حیران شد زنی علقمه نگو اینجا بیا دخترم این شوهر چیکاره بود یکم گناه داشت گفت نمیدونم شب و روز در خدمت خدمت از یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شب و روز خدمت خدمت میکند از مسجد و از یکم کارش کنده نیست روزه میگه شب بعد گفت که آخ چی هست مبادا مادرش ناراضی باشه من سلطان یا بلال گفتم اذهب برای گفتم بشی همون کمپی را بگوش اگر تو نبیاید نتونه ما بریم وقتی که رفت میگد گفتن محمد دعوت دارد جانم فدای همون محمد با گفت کمپیر میگه خیسته میگه پیشی علقمه گفت که مادر جان گفت بین علقمه در حالت نزعی زبانش با کلمه نمیگردد چی حادثه است گفت که میگن مادر جان
راضی شد گفت من نه در این دنیا نه در دنیا راضی هستم. از خاطر زنش من بسیار آزار میداد. پیغمبر حیران شد گفت که صحابه گفت هیزم جمع کنین. وقتی که صحابه هیزم جمع کردن مادر گفت چیکار میکنین؟ گفت علقمه در همین دنیا در نزد چشم میسوزه. گفت که این نوری چشمی من است، این میوه دلی من است، من نمیخوام. گفت که فرزند من گفت در پیش من سوزه. گفت ای گفت کمپیر این علاب دنیا هیچی نیست و علاب آخرت از این 1000 فائز بلند است. گفت نباشم راضی شو. و مجرد مادر من راضی گفتن علقمه بل الله میگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفت میگه جان پیغمبر علیه السلام در جنازش اشتراک کرد، جنازش خوند، در خاک دفنش کردن و تمام صحابه را گفت ای صحابه ها آگاه باشین. گفت کسی را که پدر و مادرش ناراضی باشه در حالت مردن زبانش با کلمه نمیگردد. الله سبحانه و تعالی گفت نمیبخشش. گفت چون که گفت رضا الله فی رضای والدین. ای صحابه ها راضگی خدا در راضگی پدر و مادر و غضب الله فی غضب الوالدین. غضب خدا گفت در غضب پدر و مادر. گفت شما آگاه باشین. گفت گرچه تو طاعت داری، عبادت داری، نماز داری، خیر احسان داری، حاجی هستی، دوخ کرد می پیاد کرد می حاجی هستی، فرقی ندارد. تا ای که خدا خواهد پدر مادر راضی نباشه الله راضی نباشد. من یک اجابت دعای مادر برای شما میگم. دورای حضرت موسی بود. موسی علیه السلام در کوی طور به خدا راز میگفت، گپ میزد. یه روز صبح شد گفت که موسی گفت میدانی گفت روز قیامت من به یک قصاب گفتگی آدم که تیتره گفت در جنت هم نشین میکنم. حیران شد گفت که حضرت موسی این قصاب کی باشد؟ خدا گفت شهری فرغانه میره. به اصطلاح این روزه میگم همین شهری فرغانه میره همون قصاب میابی. حضرت موسی میگه شهری فرغانه رفت. حضرت موسی علیه السلام تا بیگانی میگه همون قصاب میگه نظارت کرد که خورده است، آشامده است، گوشت فروخته است، معامله دارد، یکان چیزی زایتی ندارد. با قسمی بیگاش میگه حضرت موسی نمیشناخت قصاب. گفت که گفت بچه خوب گفت من امروز مسافر هستم، اگر اجازت باشه همیشه مهمان خانه اتشام. جان دل گفت تاج زر گفت مهمان عطای خداست. میگن حضرت موسی رو من خونش بردم موند و میگه او خونه دور مد. حضرت موسی علیه السلام سی که از عقبش رفت که یک کاسن یک سبچه هست، همون سبچه رو گرفته موند. دید که یک کمپیری بجا موندگی بیچاره همه جاش یعنی چشماش آدیست، پاچکاش کار نمیکنن. خوش رو میگه شوفتش تازهش کرد، اوقاتکش خورون شکمکش سیر کنون میگه کمپیره و با در کاسه میگه آوه میگه وقتی که بکاش من حضرت موسی آیسته میگه نزدی همون سبچه اومد. گفت شما کی هستی؟ گفت من مادر همین خصاب میشم. گفت بیچاره بچه. گفت چند سال است؟ گفت من خوب خدمت میکند، خودش میخراند میشوند تازه میکند، با یک آن چیز آدار ندیده در کاس کشالم کنه میموند. هر یک دقیقه از خدمتی من خالی نیست. گفت شما چی در حقیق بچه رو دعا میکنی؟ من یک آرزو دارم که خداوند قیامت همه بچه ما با موسی یک جای هم صحبت کنند. حضرت موسی گفت سبحان الله، ما در همون موسی من هستم که الله سبحانه و تعالی برای خدمت این بچه بشارت داد بچه که روز قیامت با من یک جای هم صحبت میشه. عزیزی من این دعای بود که مادر در زندگی انشاءالله خدا خواهد اجابت شد، در زندگی خدا خواهد میگیرد. ابو هریره روایت که حدیث است ثلاث دعای مستجابتون. عزیزی من سه دعای است که اجابت می شود، لا شک فیهن نگفته، یگان شک و شبه نیست. اگر این سه نمود آدم دعا کند گرچه کافر باشدم بگیرد نیاد نبرد. یکیش دعا الوالد علی الولدی، دعایی که پدر و مادر نسبت بچهش میکند. عزیزی من اگر چی دعا کنند میگیرد. همین دنیا الله سبحانه و تعالی نشون میداده. من اکثر گناه ها را الله سبحانه و تعالی در قیامت ستر میکرده، لیکن گناهی که پدر و مادر ناراضی میکند و یا که خرسند میکند
باشه میداده. یک جوانی بد اخلاق هم میتید انشاءالله خداوند اگر یک تا زداشی 10 تا میزند. یک موسفید در کوچه دیدن از من بچه زده است موسفید داد دارد آدم ها جمع میزنن خلاص میکنه موسفید میگه خلاص نکنه ما نزند برای چی آخی این ناانصاف تر اینقدر میزند چون گفتن منم پدر مزه دادم حق به دست الله امروز جزا ما گرفته سادم انشاءالله. ببینید حق به دست گفت که الله زد مونه نکه منم بزند عزیزان من یاد نبران انشاءالله خدا خد می آید بسرت این جهان کوه از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا انشاءالله خدا خد 20 سال بعد 30 سال بعد انشاءالله این مکافاتا برمیگردد. لیکن کاش که یک پدر زنده باشد و کاش که مادر زنده باشد و انشاءالله خدا خواهد بطر دعا کند و از راضی شود. 3 نفر آدم ها را الله سبحانه و تعالی اگر خدمت کنن از آتش دوزخ خلاص میکنه. یکیش زنی که خدمت شوهرش کند عزیزان من. کدام زنی که خدمت شوهرش میکند و یا حرمت و عزتش بجا میارد و دوزخ برای حرام بده است. دویم کسی که پدر و مادرش خدمت میکند عزیزان من. این گروهان در دوزخ حرام است. اگر از تحت دل انشاءالله خدا با مهر و محبت انشاءالله خدا خدمت کند انشاءالله خداوند سبحانه و تعالی جنت دوزخ برات حرام میکنه. و سوم کسی که مهربان باشد انشاءالله خدا آدمی رحم دیل. علامت یک جنتی آدمی که در قلبش رحم داشته باشد نسبت عائلش نسبت زنش نسبت عروسش نسبت فرزنداش نسبت همسایه نسبت خلق خدا باید انشاءالله المؤمن على المؤمن پیغمبر حدیث است حرام ماله و دمه و عرضه. مؤمن 3 چیز که حرام کرده یکم مالش بینید خونی و یکشتنش آبروی و عریضوندنش حرام است از من در بین جامعه. انشاءالله خدا خواهد بینید انشاءالله چقدر خدا خواهد انشاءالله آدم جنتی میشه. ما حضرت موسی در قصهش میگم نوبت حضرت نمیتیم انشاءالله خدا خواهد با روزای خوب صحبت میکنیم. حضرت موسی علیه السلام شب معراج دعا کرده است که من کی را خدمت کنم مادر افتادیم 7 مراتبه الله سبحانه و تعالی امک مادر تا خدمت کن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام مادرش وفات کرد میگه در گور قبر سپاریده شد از قبرستان برمدن زمان وحی الهی اومد میگه گفت که ای موسی میدانی گفت تا امروز این دعای پدر و مادرت بود که من ترا نگه میداشتم اگه دعا کنندت برفت خودت احتیاط کن. عزیزی من بین دعای پدر مادر تا چه اندازه بین الله خدا خواهد انشاءالله سپر میشد است خدا خواهد انشاءالله ما و شما را نگه میداشته است. بینید بعدی گفت پیغمبر بود و پیغمبران و یا معصومن و یا گناه ندارن پگه و یا کرار میشن انشاءالله خدا خواهد الله خدا خواهد شفاعتگری امتاش میشود. همین پیغمبراش خدا همین که کرم بعد من و تو کیا سواری من و تو 200% گناه داریم من و تو بیناموسیم امروز. تو خیال میکنی که این خدر پیغمبراش تاکید کرد و ترا تاکید نمیکنن؟ خیال میکنی که خدا ترا میبخشد؟ حتی حضرت عزیر پیغمبر در کتاب منبیات خواندم حضرت عزیر افتاده است که خدا ای عزیر وقتی که من در سری تو بلا میتونی پیغمبر است همین یهودا دراگون زدگیاش همین عزیر را بچه خدا اعلان کردن مشرک شدن. عزیر گفت اگر من در سری تو بلا تیم و تو برمده خلق شکایت کنی من از پیغمبری محمد میگم نگو گفت شکایت. وقتی که گفت خدا گناه ترا پیش من میبردارم فرشته ها من اعلام نکنم که انی بندم زیلاگره انی بندم دزده انی بندم عراخره انی بندم فالبینه انی بندم فلانه نمیکنم. ترم گفت عزیر گفت بالا که مصیبت بیاید به خلق شکایت نکنم صبر که انشاءالله خدا خواهد طاقت سبحان الله الحمدلله الله اکبر این لله و این الیه راجعون بسیار گو خدا خواهد این مصیبت ها دفع می شود. بنده خدا خواهد هر کی در محبت دعوا کند هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند
گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. کسی که خدا خواهد بنده خدا میگوی امت محمد خداوند صدهاست انشاءالله از همین پیدایشت تا دمی خاردون مدنت در سنجش هستی. سوره ملک خان سیم آیت از سیزنا الذین یبلوکم ایکم احسن عملا. خدا میگه او ذات است که شما را برای امتحان آفرید. این دنیا امتحان، این دنیا غربت خونه است، این دنیا یک ایستگاه است. 5 دقیقه و 10 سال 20 سال میسی. این دنیا دنیای فانی است. در این دنیای فانی خدمت الله کن، خدمت پدر تکو، خدمت مادر تکو، خدمت خش و اقربا تکو، خدمت انشاءالله خدا خواهد جامعه را کو، تایی که در این دنیا هم و در آخرت هم انشاءالله خدا خواهد سر بلند باشید. عزیزان من انشاءالله از الله هم مترسیم، از الله ترسیم. در خراسان یکی کار میگم، خراسان ببینید، در خراسان یک جوان نگت معیشت داشت، عرب موندگی و جواناش داد. یک کس آمد گفت که ای گفت جوان گفت خیز پدر در چاه غلطی. یک گفت چی نمیشه با یک پس گفت که پدرت مرد. یک گفت شیری نرم نمیرد. و دیگه میگه گفت که ای پدر وشت است شما بری خاک نسپالیش. جوان میگه دو چیز میکند خراب، میگم آرزوی هوس و شراب. من واسطه عرق پدری بیچارهش کپک نگرفت، واسطه عرق حرام، عرقی که خدا خواهد انشاءالله یک دم کیف میکنی و دنیا را نیست و نابود میکنی. الله سبحانه و تعالی بین جوانی خوبه پدرش مرد کپک نگرفتش. پدرش وفات کرد در چا غلطی گفت که هم میگلته، هم میمره، شیرم میمره، بره گورش کنی. خدا نگه دارد. جوان که خدا خواهد بد اخلاق شد او میگه شب در خانه تاریک است. در خانه خدا خواهد دائم غم است، دائم ظلمت است، دائم انشاءالله دل آزار می شود. کسی را در آزار می کرد، در خانه می آید آزار می زند، در دیوالا را می شکند. هوای خدا خواهد معیشت است، هوای راحت است، هوای فراغت است. این راحت است که سخن خدا پیغمبر میشنوی شد این کیف است که انشاءالله خدا خواهد چندین خطاهات اصلاح میکنه. انشاءالله خدا خواهد چندین کمبودی ها همین خانه باور میکنین، همین خانه دادی فیضه برکاته. علمات کجایی که قال الله و قال رسول الله باشه، سخن ائمه دین باشه، در اونجا رحمتی پروردگار تمامی الله با فرشته ها که امروز خانه ندارد دارد. چون که در اینجا چی؟ سخن خدا پیغمبر شده ساده. در اینجا خدا خواهد امر به معروف نه از منکر شده ساده. عزیزان من خدا خواهد انشاءالله صحبت کنیم، صحبت بسیار است. بیاییم هممون خدا خواهد به انصاف بیاییم، فرمان الله پیغمبر کنیم. عمر را رفته است، عمر اندک است، عمر میگذرد میرود، لیکن پگه پیش الله نه جواب میتیم. پیش الله نه جوابگریش است، مسئولیت است. خدا از این مال و دنیا نمیپرسد. پگه قیامت نه از طاعت و عبادت و خیر احسان و حج و کارهای نیکت انشاءالله خدا خواهد ثواب کرده میشی. دنیا خدا خواهد صحبت پایان میرسانیم. نوبت انشاءالله برای اینکه علمای بهترین و شیارزمین خدا خواهد انشاءالله آینده خدا خواهد انشاءالله عمرهاشون باقی باشد، خدمتی همین جامعه را میکنن. از این هم الله این ماشون زیاده کنه. این قاری بچه ها را ما هر روز میریم یکی در دنیا خوب است. چقدر کدام شلاق عالما داشته باشد، کدام شلاق چقدر کاریا باشد، در اونجا فیض است، در اونجا برکات است. عزیزان من الها صفی کاریا را زیاده بگردونه. همین خدا خواهد بچه تویی هم در آینده الله عالمان کاریانی با عمل بگردوند. الله سبحانه و تعالی یک فرزند شد که در جامعه بهترین، در این دنیا هم در آخرت هم الله سبحانه و تعالی اله سربلندش بگرداند. همه ما شما الله برای حق، برای صراط مستقیم خدمت پدر، خدمت مادر کردن. مبادا گذشته‌شان دلگیر نشین. اگر مبادا یه حدیثی پیغمبر است، یک رسول الله وقتی که گفت یک صحابه خیز گفت که یا رسول الله ما در ایام ایمان نوردن پدر و مادرام وفات کردن، چیکار کنیم که پدرام راضی بشن؟ گفتم برای پدراتون خیر احسان کنید. خدا من یک خیر احسان مسجد ساخته ساده برای یک پدر، بعد یک گلیمچه پرتا برای مادر خدا خواهد انشاءالله یک 5 میلیون همونجا پولته تا همون مسجد است، ثوابش خدا خواهد پدر مادرت نمیرسد. گفت در 5 وقت نماز میخونی، گفت بعد انشاءالله خدا خواهد آیات که انشاءالله خدا خواهد شاد میشد.
پیغمبر رسولان در زمان جاهلیت وفات کرده هستند. انشاءالله هیچگاه رسول الله دلگشیدگی نیستند. امید میکنیم که انشاءالله به خاطر محمد علیه السلام عبدالله آمین نجار خان آمینه را انشاءالله الله خدا خد انشاءالله بخشد و فقط با همراهی خدا رسول الله خدا در وارد جنت شکند دعا باشیم، چونکه در جامعه بهترین بچه را داد که حتی دمی مردش گفتن بچه من از تو خاطرم جمع است که تو بهترین فرزند میشی در دنیا. دعای همون مادر بود که الله محمد علیه السلام بهترین انشاءالله چیکار کرد؟ انشاءالله خدا خواهد فرزند کرد. برای انشاءالله ما هم خدا خواهد خدمت کنیم، دعا گیریم انشاءالله سعادت دو دنیا انشاءالله مشرف رحمت استاد الله راضی شد. البته خیلی کارهای خوب است در حیات ما شما در کاری دلیل سخنان انشاءالله همه انسان اگر گوش کرده در حیات تطبیق کنه انشاءالله همون انسان نیکبخت میشه. اما استاد گفتن در حقیقت پدر و مادر و تفسیر دادن در حقیقت نماز گفتن. البته نماز برای شریعت اسلام یک اساس چیز است. البته نماز با گفته پیامبر علیه السلام الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین. نماز مستوم دین است. کدام انسان اگر نماز برپا دارد دین برپا داشت گفتن پیامبر. demak ما و شما با نماز بود در اسلام بودیم. با نماز در میگه حدیث پیامبر علیه السلام الصلاة و نماز میگه این بین کافر و مسلمان جدا میکنه که یک چیز است. برای همین محترم جماعت خیلی استاد سخنهای خوب گفتن. در حیات ما و شما تطبیق کرد عمل کنیم انشاءالله خوب میشه. سبب این سخنها این امر معروفا برای ما و شما است. سبب پروردگار ما و شما عمل کردن و معرفه کردن. این امر معروفا شده است دیگه گوش نکنیم عمل نکنیم فرد خدامو غفلت خدامو زیاد میکنیم خلاص. البته پیامبر علیه السلام یک چند حدیثا شد الصلوات خمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش كبائر. 5 وقت نماز گفتن. 5 وقت نماز از جمعه تا جمعه این همش مکفرات یعنی گناه های انسان را میبخشیدگی یعنی عفو میکردگی واسطه. demak ما و شما باید چیکار کنیم؟ 5 وقت نماز با مانند یک آنتی ویروس یک خیلی پروگرام که گناه ما و شما خودش تازه کرده میستد. پیش پیامبر علیه السلام توجه میدن نبی صلی الله علیه و سلم اصابت من امرأتی یک صحابه با یک گناه پیش پیامبر علیه السلام اومد که همون گناه معاف کنید یعنی چیکار کنیم که گناه الله میبخشد. گفته امید کرد در پیامبر علیه السلام در همونجا نماز حاضر بدم یعنی مؤذن اذان گفته تکبیر میگفته که وقت بود میگن وقتی که نماز سر کردن پیامبر علیه السلام همون جوانی گرفته نماز داخل شده نماز برمدن با همون انسان چی کرد سوال کرد که پیامبر علیه السلام فلان گناه کنه. پیامبر علیه السلام آیا تو با ما نماز نخوندی؟ خوندم. چی گناه تا الله بخشید. demak نماز همه خیلی واسطه ده که گناه های ما و شما پروردگار به سبب نماز عفو میکرد. سبب در یک وقت علیه السلام در یک حالت یعنی شب معراج 50 محل نماز 5 وقت نماز پروردگار به سبب موسی علیه السلام مبدل کرد. 5 وقت نماز هم میخوندگی انسان پروردگار 50 محل اجر میده. یعنی ما شما یک عمل کنیم و شفاعت رسول الله 10 کرده میشه. و من جاء بالحسنه فله بعشر امثالها. کدام انسان یک عمل نیک کتبیه ما باید 10 کرده میگه. پیامبر علیه السلام درباره نماز حدیثات بسیار ان شاء الله یک دتش میگویم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في باب احدكم نهار يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى دم من الشيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلاه. در تگ در شما گفتن پیامبر علیه السلام یک جوان کانال می باشد که در یک روز 5 مرتبه در ما اگر شما غسل کنید در بدن شما یگان چیز میمونه. گفتن بعد پیامبر علیه السلام طرف صحابه سوال کردن و صحابه میگفتن پیامبر علیه السلام نماز به همین ماننده. کدام انسان در یک روز 5 وقت نماز میخونه همون انسان گناهاش پروردگار میبخشه.
demak این 5 محل نماز خوندن یکمش امر الهی بجا آوردن دیگه‌مش مو خدا ما در همین دنیا تازه کاره گشته بوده demak 5 محل نماز بودگی انسان ای گناه ها خاله 5 محل نماز بودگی انسان انشالله در راه توبره سبب این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر نماز خودش افرامشیست که ما ایتاره فحش ایتاره منکر شریعت گردونگی چیز ما شما میدارد البته نماز همه خیلی چیزی که بنده با خشوع و خضوع کنه بنده اساسا رای توبره هدایت میکنه بنده اساسا مولاش حقیقی الله نه عبادت کردن بعد رای توبره سکن سکن با واسطه نماز چیکار میکنن پروردگار نشون میده خدا در قرآن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کدام انسان ها میگن کدام شخص ها به طرف ما قدم زند به طرف ما کوشش کنند ما رای هدایت نه رای توبره نه دلالت میکنیم demak ما و شما برای پروردگار ما و شما بر نیکی اگر در دنیا هم در آخرت سعادتمند کردن خواهیم باید نمازها از دست فوت نکنیم نمازها در وقتش خونیم انشاءالله پروردگار در می برگفتی استاد در خاندان برکتی هر اکی ما و شما با نماز کنه ای بی نمازی پروردگار نگه داره حتی همه خینزیر میگه کتاب خوب روز قیامت من خوب کردن نکرده الله بی نماز نکرده گفته شکرانه میکرده حتی خوب با خوبیش سبب پروردگار فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون برای نماز میخونن یا نماز را فراموش میکنن نماز قضا میکنن نماز در وقتش نمیخونن برای اینها ویل جهنم این دوزخ پسترین جاش بود پروردگار مرحمت کرد خدا نگه دارد توفیق دهد پروردگار هدایت کنه هر یکی ما و شما نمازها در وقتش خونیم نخونیم حیات ما و شما برفته است برای همین همون کار 15 minut بعدم 15 minut پیشم هم مشته کار باشه بی برادرها همین نماز در وقتش خونیم همون کار بعدم میشه سبب فزین لهم الشیطان و اعمالهم شیطان همین خیلی وقت نماز عمل صالح بخشنده بنده کارشنه زینت میدوده demak وقتی کار ما و شما همون کار ما و شما شیطان زینت دادن بعد دونه که همین کار برای ما و شما ضرر داد نمازها در وقت خونیم بندگی فراموش نکنیم این انشاءالله پروردگار در دنیا هم در آخرت هم با سبب نماز و سبب پیامبر علیه السلام و سنت سنیش یعنی 5 وقت نماز این دوست نداشتگی چیز تو در دنیا نماز بود به همین سبب انشاءالله پروردگار در دنیا هم در آخرت ما و شما اشکال میکنن سعادت در میکنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Thank you.